در صحن بینای کمیته کار با جوانان و ورزش با حضور مسئولان ساحه، نمایندگان فدراسیون جودو و ورزشگران مخلصان ورزش از تیمور رحیموف پهلوان تاجیک استقبال گرم صورت گرفت. این جودوکار مشهور کشور در مسابقه بین المللی جودو تحت عنوان گراند سلم باکو صاحب مدال نقره گردیده تاجیکستان را به طور ارزنده معرفی نموده است. ضمناً او در وزن به اضافه 100 کیلوگرم تا رقابت نهایی برآمده از ورزشکار ژاپنی که صاحب این رشته ورزشی می باشد مغلوب گردیده به مدال نقره اکتفا کرد. در مراسم استقبال قهرمان المپی دلشاد نظرов هم به ورزشکار امیدبخش تاجیک توصیه های سازنده داد و ابراز داشت مخلصان از ورزشگران نامدار تاجیک انتظار مدال المپی را دارند و قدم های تیمور در این زمینه باید استوارتر و استوارتر باشد. وقتی قهرمانی بازی المپی به تو باور کرده میگوید که تو میتوانی یکی از مدعیان مدال بازی المپی پاریس را به دست بیاری، این به من یک نیرو، یک قوت، یک خیلی دلپوری میدهد، زیرا دلشاد نظر قهرمان بازی المپی است، با ما ورزشکاران قهرمان است و من حرکت میکنم که مدال بازی المپی را به دست بیارم. در این مراسم مسئولان ابراز داشتند دولت و حکومت برای دستگیری معرفگران ملت نقشه های سازنده ای را تهیه نموده ایستاده است و تیمور با هنر و مهارتی که دارد میتواند ملت ما را در عرصه بین المللی، جهانی و المپی خوب معرفی نماید. یادآور میشیم اولین بار است که جودوکار تاجیک در مسابقه سطح گراند سلم به مدال نقره دست مییابد. تاکنون ورزشکاران تاجیک صاحب 2 مدال برنجی گراند سلم شده بودند. در هر صورت تیمور از شکست در فینال گراند سلم باکو دل شکسته نیست و در فکر برآمد ارزنده در مسابقه های بعدیش می باشد. من خیلی که در پیش گفته بودم و نقشه‌ای که موندگیم، آرزو و هوس‌هایی که بود، من برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن میگیرم. همین خطاگیری که در اینجا شد اصلاح کرده در آنجا تکرار نکنیم و امیدوارم که در گراند سلم ابوظبی خوبتر، جلوتر قوزمایی میکنیم و مدال طلا را حرکت میکنیم و دست بیاریم. ما و همه مخلصان جودوی تاجیک هم به این پهلوان نام آور فتح قله های بلند و اقبال ورزشی را تمنا داریم.